کسایی که میبرن مردم کار میفرمونن، فریب میکنن، حقشون میکنن. برادرای عزیز و گرامی، در همه جای یا در کجای باشین نباشین، از خدا بترسین. ای خدا بترسین. به خدا قسم فکر نکنین که شما این مردم فریب کردین، حقشون خوردین. نه، شما این را فریب کردن نمیتونید. همین یک آهی دلی میکنه کو میگه خدای مهربان زهری تنه شوکو، یا میگه خدا نصیبت نکنه. سخن ای آدم مظلوم ای روی حدیث 7 آسمان هم میگه سوراخ میکنه میگذره، یگان پرده نیست. الله میگه راستا، میگه سخن ای آدم میآید، دعای راستا میآید. وقتی دعای که رفت ای نزد خدای مهربان برای پشتیبانی این البته چاره دیده می شود. لیکن تو عذاب یا درد خدا را واقعا نداری. نداری. در دنیا هم همین از وقتش توجی که ما برادرای یک گپ داشتن میگفتن که درخت از آب و انسان ای دعا. اگه وقتی از دعا سبزم که شوی با ای دعا از دعا با برادرت بدبخت هم میشه. این مردمی که در اینجا میآیند یا ایروی مستی نمیان کافی، اینجا آمدن برادرها یا ضرورت پیدا شدگی های. اینا خیلی مشکلات بالاشون آمد. بسیاری هم اینا را من زمانی در مسجد بودم به نام خود بیاد دارم، صدها آدم در بلیت خریدگی هم خودم خریدم گفتم برم. قرض نه ما بگی برم. قرض خطی میخیستن می آمدن مقصد در همین جا کار کنن با قرض. بسیارش با ای بانک ها قرض میگرفتن. تصور که برادری عزیز و گرامی، و همین رحمت در کجای، انصافت در کجای. و پیغمبر نازنین میگه من لا یرحم لا یرحم، من لم یرحم الناس لا یرحمه الله. پیغمبر میگه کسی اگر با مردم رحم نکنه الله با او رحم نمیکنه. الله با او رحم نمیکنه. الله رحم نکرد ای برادر تیکه میشه. با خدا قسم پاره میشه. و تو چند کزوری نمیاد اندک اگر میکروب هم میگرد در این مینه سرت بپرد یک عمر حرف کردن کچوه در دیوانه میگردی. هیچی نیستی. الله ظلم بسیار بد میبینه. بسیار الله مهربان ظلم بد میبینه. این ظلمه. فریب نکنین برادر عزیز. فکر نکنین که او سوم شما اگه مقصد آشی بدن تان بشه. نه، هیچ وقت. زین لحاظ در نسبت حق یکدیگر بسیار احتیاط کنید. برادر از احتیاط کنید. میلش تو پسوید نکی حق تا بگیر. حق تا همو است که برادر عزیز این اینجا در من 100,000 مقصد من مصلحت کردگیم. 100,000 مصلحت چی ده؟ دادر جان این همی 80,000ش حق شما، این همی 20,000ش برای که من کارتون یافتم این من میگیرم. گپ حق چبوگا مردکو بگن اکا صد جانی خدا ما همی کار با گردن میگیریم. دیگه هم 20,000 از خودت آشی بدند. یکی 80 بعد 100,000 بگیری بیای و با در اینجا 4 زانو بزنی و رو تا سفید سیاه کنی و ما همه بازی برادران یک 70,000 60,000 بگوید قسمی زیاد چند نشان ندی و همش حرامه. و حرامه برادر عزیز. رای درستش هست. آخی خدا عرق حرام گفته این ربی ساکای نازنینش حلال کنه. آخی خدا پرسنت حرام گفته یکی مزاربه را حلال گفته. او همین هم رای حلال داره. حق شبوگو حلال، دروغ گفتی حرام. اتو وقتی حرام میخوری قرآن میگه که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان دارید، کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. الله را بین، ای کسانی که ایمان دارید اول لقمت حلال که بعد مرا عبادت کن.
اول لقمت حلال کو بعد مرا عبادت کو. تو اگه سومی مردم در کیسه تو آرق زده سیر بگردی و بیای در اینجا جمعه بخونی جمعه خاک میشه و نه جمعه قبوله نه شنبه قبوله، هیچ کامش قبول نیست. برای همین برادرای عزیز این لقمه حلال بسیار نقش مهم داره، بسیار نقش مهم داره. برای همین دیگر را فریب نکنید، حقی دیگر را نخورید. فکر میکنم حدیث دیگر نمیارم، به خدا قسم چندین حدیث ها در ذهنم دارم، لیکن یک نکته بس است اگر شعور است ورنه چو چراغ کشیدور است. برای آدم با کام یک اشارت بس است.